السلام علیکم. یک گروه دختران بچه ها را از نماز خواندن بیراه میکنن. بچه ها چیکار دارن با دخترها؟ بچه ها باید با دخترها صحبت نکنن، اگرچه دخترها امروز افلاس شدن. شما خود چیکار کنین؟ احتیاط کنین، کاری کنین که با دخترها هم صحبت نشین. البته با دختر که هم صحبت شدی، با دختر که صحبت ها که گرم شد، تو را نمیگذارد که وای نماز بخوانی. زیرا نماز که خواندی باید که تو را از صحبت دختر و از زنا این نماز منع کنه. مادام این نمازی تو را از صحبت کردن با دخترها و از کارهای فحش و فاحشه منع نکرد، این نمازی تو نماز هم نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد از سلام یک چند سوال دارم. حاجیان حج می روند، بعد از حج آمدنشان توی میکنند، این چی خیل می شود به ما فهمونید؟ دویم، از هوس دندان طلا کردید، بعدم پشیمان شدید، از روی نافهمی بود، و ما میگوید که نان خوردگیتان حلال نیست. این را بر ما فهمان. یعنی حاجی هایی که نساز توی ها راسته میکنند، امروز چندین حاجی ها را دیدیم که در توی ها عرق میدهند، در توی ها رقاصه میارند، $400 $500 برای همو رقاصه ها جدا میکنند. حیوال به حال همو حاجی یا داملا باشد یا شیخ باشد، کسی نباشد. مادامی که به کاری که ماوش برای چی الحال گفتم که محبت ما و شما در حالت با پیغمبر خدا ظاهر میگردد، روشن میگردد که ما پیرو محمد باشیم صلی الله علیه و سلم. کسی پیرو پیغمبر خدا می شود باید از این افلاسی ها دور باشد. حاجی که عرق داد، حاجی که رقاصه آورد، حاجیگیش هم بیچاره ثوابش گم می شود، مرتبه حاجیگیش هم دیگر از بین می رود، و فردای قیامت از روی این قدر آیت حدیث هایی که الحال می خوانیم خدا داناست که وای در صف حاجی ها هست یا نه. ایره خدا داناست. خیلی حالش مشکل است. باید حاجی ها و داملا ها و اینها چی باشند؟ اینا یک مثال در بین مردم باشند، اینا نمونه باشند. مردم از اینها باید عبرت بگیرند. وقتی دختری داملا باشد یا شیخ یا حاجی، اگر در بین برابر مثال رقص بازی کرد یا سرشلوچ کرد، ترک سطر کرد، پس دیگر مردمی عادی را ما چی گونه نصیحت کنیم؟ اگر از هوس کسی که دندان طلا میکنه، دندان طلا از هوس کردن حرام است. کسی دندان طلا دارد نان خوردگیش حرام نمیگی، لیکن در نمازش در عبادتهاش همین عملش چی می شود؟ خلل پذیر است. باید که دندانهای طلا را از دهن جدا کند بگیرد. علاج ندارد. از هوس باشد، از زیبایی باشد، هیچ وقت به دندان طلا شما چیکار نکنین، کوشش نکنین، هوس نکنین. دندان طلا در صورت رخصت است که اگر ضرورت باشد، ضرورت باشد میلش، لیکن ضرورت نباشد برای هوس و برای زیباییش، این حرام است. اسلام این رخصت نمیدهد. پیغمبر خدا را حدیث چندین بارها با شما گفته گذاشتیم که حتی چله طلا را در دست یک جوان دید، حضرت از دست او گرفت، چیکار کرد؟ پرتافت، در زمین پرتافتش. وقتی اطرافش جوانها رفیقاش گفتن که پیغمبر رفت، بگیر استفاده کن، این جوان که جوانی ایمانش که مکمل بود چه گفت؟ آن چیزی را که پیغمبر در زمین پرتافته است من او را دیگر بار دیگر نمی بردارم. یعنی چله داختنم حرام است، گردن بند داختنم حرام است، ساعت طلا هم حرام است، روچکه طلا هم حرام است. چیزی که طلا باشد برای مرد حرام است. ما و شما حق نداریم که اینها را استفاده کنیم. اینا در عبادت های شما خلل میرساند و این نشانه مردی شما هم نیست. پول دارین، مال دارین، امروز مسلمان ها محتاج هستند، امروز طالب علم ها احتیاج کتاب دارند، امروز مسجد ها ناتمامند. مرحمت در اینجا یاردم کن.